روز بخیر. با همدیگه شروع میکنیم جلسه دوممون رو. امیدوارم که در جلسه اول از یادگیری زبان آلمانی لذت برده باشید. زبان سختیه قبول دارم، ولی خیلی شیرینه. یادگیریش واقعا شیرینه. حالا با هم جلسه دوم رو شروع میکنیم. موضوع درسمون، درس جلسه دوممون اینه. ابتدا با ضمایر فاعلی آشنا میشیم، بعد میریم سراغ صرف فعل‌های زاین به معنی بودن و آربایتن به معنی کار کردن. بعد از اون با 3 تا حرف اضافه خیلی پرکاربرد آشنا میشیم که اولیش آلس هست که به عنوان معنی میده، بعدیش بای که به معنی برای یا در هست، حرف اضافه آخر هم این هست که اون هم به معنی دره. حالا این دوتا در با هم دیگه یک تفاوتی با هم دارن که با هم آشنا میشیم با هم دیگه. لغات جدید درس در مورد شغل‌ها و موقعیت خانوادگی. جمله جدیدم در مورد پرسش در مورد شغل افراد و توضیح در مورد شغل خودمون هستش. ضمایر فاعلی یا زوویه پرونومن. ایش به معنی من. دو یعنی توی دوستانه یا غیر رسمی. اغ یعنی او مذکر. اغ. زی یعنی او مؤنث. اس به معنی آن که درباره اشیا و غیر انسان به کار میره. ویا به معنی ما. ایا یعنی شمای جمع. زی به معنی آنها. یه زی دیگه هم داریم اینجا که به معنی شمای رسمی هستش. این زی شمای رسمی در هر جای جمله قرار بگیره فرقی نمیکنه اول جمله باشه یا وسط جمله، هر جا باشه با اس بزرگ نوشته میشه که به معنی شمای رسمی هست. حالا میریم سراغ صرف فعل زاین به معنی بودن. ایش بین یعنی من هستم. ایش بین. دو بیست یعنی تو هستی، توی دوستانه. اغ زی یا اینکه اس فرقی نمیکنه، هر کدوم از این ضمایر فاعلی که باشه فعل تبدیل میشه به ایست، میشه اغ ایست. زی ایست oder es ist که به معنی او یا آن است. wir sind یعنی ما هستیم. ihr seid یعنی شما هستید. sie sind یعنی آنها هستند. sie sind این به معنی شما محترمانه هستید میشه، شما هستید. صرف فعل آربایتن به معنی کار کردن. ich arbeite من کار میکنم. du arbeitest تو کار میکنی. sie یا es arbeitet او یا آن کار میکند. wir arbeiten ما کار میکنیم. ihr arbeitet شما کار میکنید. sie arbeiten آنها کار میکنند. sie arbeiten یعنی شما محترمانه کار میکنید، شما کار میکنید. حالا میریم سراغ حروف اضافه. als که به معنی به عنوانه هستش. als به عنوانه. توضیح: برای بیان شغلی که کسی به عنوان آن فعالیت میکند استفاده میشود. این حرف اضافه همیشه با این افعال میآید. tätig sein به معنی مشغول بودن و آربایتن به معنی کار کردن. ببینید زاین اینجا صرف میشه، همینطور که چند دقیقه پیش خوندیم. زاین به معنی بودن صرف میشه، همون ایش بین دو بیست اینجا صرف میشه. به مثال ich arbeite als Lehrer
Ich arbeite als Lehrer. من به عنوان معلم کار میکنم. معلم مرد. Sie arbeitet als Ärztin. Sie arbeitet als Ärztin. یعنی او به عنوان پزشک کار میکند. پزشک خانم. Max ist als Ingenieur tätig. Max ist als Ingenieur tätig. ماکس به عنوان مهندس مشغول است. حالا حرف اضافه بای به معنی در، برای. از بای برای اشاره به شرکت یا سازمانی که کسی در آن کار می کند استفاده می شود. به عنوان مثال Ich arbeite bei Siemens. Ich arbeite bei Siemens. من برای زیمنس کار می کنم یا من در زیمنس کار می کنم. Sie arbeitet bei einer Bank. Sie arbeitet bei einer Bank. او در یک بانک کار می کند یا او برای یک بانک کار می کند. Peter ist bei der Polizei tätig. پیتر در پلیس مشغول است. این به معنی در. حرف اضافه این در زبان آلمانی به معنی در است و برای اشاره به مکانی که کسی هست استفاده می شود. این حرف اضافه بسیار پرکاربرد است و به کمک آن می توانید بگویید کجا زندگی می کنید. مثال Ich bin in Berlin. Ich bin in Berlin. من در برلین هستم. Wir sind in der Schule. Wir sind in der Schule. ما در مدرسه هستیم. Sie ist in München. Sie ist in München. او در مونیخ است. حروف شغل‌ها. Lehrer. Lehrer یعنی معلم. معلم مرد. مؤنثش میشه Lehrerin. Lehrerin یعنی معلم زن. معلم خانم. Arzt. Arzt یعنی پزشک مرد. Ärztin. Ärztin پزشک زن. Krankenpfleger. Krankenpfleger پرستار مرد. Krankenschwester. Krankenschwester پرستار زن. پرستار خانم. Ingenieur. Ingenieur مهندس مرد. Ingenieurin. Ingenieurin مهندس زن. مهندس خانم. Köchin. Köchin آشپز زن. Koch. Koch آشپز مرد. Studentin. Studentin دانشجوی خانم. Student. Student دانشجوی آقا. Friseur. Friseur یعنی آرایشگر مرد. Friseur. Friseurin. Friseurin آرایشگر زن. Mechatronikerin. Mechatronikerin مکانیک زن. Mechatroniker. Mechatroniker مکانیک مرد. Schauspieler. Schauspieler بازیگر مرد. Schauspielerin. Schauspielerin بازیگر زن. Journalist. Journalist روزنامه‌نگار یا خبرنگار مرد. Journalistin. Journalistin روزنامه‌نگار زن. Architekt. Architekt معمار مرد. Architektin. Architektin معمار زن. Sekretär. Sekretär منشی مرد. منشی مرد. Sekretärin. Sekretärin منشی زن. Verkäufer. Verkäufer یعنی فروشنده مرد.
فکویفقین فکویفقین فروشنده زن. کلنا کلنا یعنی گارسون مرد. کلنقین کلنقین گارسون زن. حالا میریم سراغ موقعیت خانوادگی یا فامیلیهنشتاند. لیدیش لیدیش یعنی مجرد. فهایغاتت فهایغاتت متأهل. گشیدن گشیدن طلاق گرفته مطلقه. فویتفت فویتفت یعنی بیوه. حالا پرسش در مورد شغل افراد. محترمانه اولیش میشه was machen Sie beruflich was machen Sie beruflich. بعدی میشه was sind Sie von Beruf was sind Sie von Beruf که هر دوش یه معنی داره، یعنی شغل شما چیه، که به صورت محترمانه هستش. حالا دوستانش به این صورت تغییر میکنه. was machst du beruflich was machst du beruflich oder was bist du von Beruf was bist du von Beruf که میشه شغلت چیه، که حالت دوستانه هستش. حالا توضیح در مورد شغل خود یا همون معرفی شغل خودمون. من معلم خانم هستم، یعنی معلمی هستم که جنسیتم خانمه. میشه Ich bin Lehrerin Ich bin Lehrerin. یا میتونیم بگیم Ich arbeite als Lehrerin Ich arbeite als Lehrerin. من معلم خانم هستم. حالا معلم آقا چی میشه؟ Ich bin Lehrer Ich bin Lehrer. یا اینکه Ich arbeite als Lehrer Ich arbeite als Lehrer. من معلم آقا هستم. حالا میخوایم بگیم من پزشک هستم، پزشک آقا. یا میگیم Ich bin Arzt یعنی که من پزشک هستم. یا اینکه Ich arbeite als Arzt Ich arbeite als Arzt. حالا پزشک خانم Ich bin Ärztin Ich bin Ärztin. یا اینکه Ich arbeite als Ärztin Ich arbeite als Ärztin. من دانشجوی خانم هستم. میگیم Ich bin Studentin Ich bin Studentin. اینجا دیگه نمیتونیم بگیم Ich arbeite als Studentin چون Studentin یا همون دانشجو شغل محسوب نمیشه. فقط میتونیم بگیم Ich bin Studentin که در مورد آقا میشه Ich bin Student Ich bin Student. من دانشجو هستم. حالا میخوایم بگیم من به عنوان مهندس آقا در شرکت زیمنس کار میکنم. به این صورت Ich arbeite als Ingenieur bei Siemens Ich arbeite als Ingenieur bei Siemens. حالا میخوایم بگیم من به عنوان معلم آقا در یک مدرسه کار میکنم. میگیم Ich arbeite als Lehrer in einer Schule. یا اینکه Ich arbeite als Lehrer bei einer Schule. هر دوش درسته. حالا میخوایم بگیم من به عنوان گارسون خانم در یک رستوران کار میکنم. Ich arbeite als Kellnerin in einem Restaurant Ich arbeite als Kellnerin in einem Restaurant. یا اینکه اینطوری میتونیم بگیم Ich arbeite als Kellnerin bei einem Restaurant. حالا میخوایم بگیم من به عنوان فروشنده خانم در یک فروشگاه کار میکنم. Ich arbeite als Verkäuferin in einem Geschäft Ich arbeite als Verkäuferin bei einem Geschäft. شخص ها میگه Guten Tag Was machen Sie beruflich یعنی که روز بخیر شما چه کاره هستید؟ Was machen Sie beruflich. شخص بی میگه Guten Tag
Ich bin Journalist und Sie روز بخیر. من خبرنگار هستم و شما؟ Ich bin Schauspieler. Ich bin Schauspieler. Wo arbeiten Sie؟ یعنی که من بازیگر هستم. شما کجا کار میکنید؟ Ich arbeite bei einer Zeitung. Ich arbeite bei einer Zeitung. Und Sie؟ یعنی که من برای یک روزنامه کار میکنم یا من در یک روزنامه کار میکنم. و شما؟ Ich arbeite in einem Theater. Ich arbeite in einem Theater. من در یک تئاتر کار میکنم. Das klingt spannend. Das klingt spannend. خیلی هیجان انگیز به نظر میرسه. این جملات رو همینطوری یاد بگیریم، به درد میخوره. یا das ist es. یا das ist es. یعنی بله همینطوره. Ihr Beruf ist aber auch interessant. Ihr Beruf ist aber auch interessant. یعنی شغل شما هم جالبه. چند بار ازتون خواهش میکنم که این فایل صوتی رو گوش بدید که گوشتون باهاش آشنا بشه. بعدش بیاین این متنش رو که اینجا قرار میدم بخونید. Hallo, was machst du beruflich? Hallo, ich bin Friseur. Und du? Ich bin Köchin. Wo arbeitest du? Ich arbeite in einem Restaurant. Und du? Ich arbeite in einem Friseursalon. Cool. Danke. شخص اول میگه هالو، was machst du beruflich؟ was machst du beruflich؟ یعنی سلام، شما چه کاره هستید؟ شخص بی میگه هالو، ich bin Friseur. Und du؟ میگه سلام، من آرایشگر هستم. و تو؟ Ich bin Köchin. Ich bin Köchin. من آشپز هستم، آشپز خانم. Wo arbeitest du؟ Wo arbeitest du؟ Ich arbeite in einem Restaurant. میگه من در یک رستوران کار میکنم. Und du؟ و تو؟ Ich arbeite in einem Friseursalon. Ich arbeite in einem Friseursalon. من در یک سالن آرایشگری کار میکنم. Cool. یعنی خیلی باحاله، خیلی جالبه، خوبه. Danke. حالا یه تمرین نوشتاری. تصور کنید که شما یک منشی هستید که در شرکت زیمنس کار میکنید. من از شما به آلمانی میپرسم، شما به آلمانی جواب بدید. هر سوالی که پرسیدم شما ویدیو رو استاپ بزنید، خوب فکر کنید، جواب بدید، یا اگه خواستید میتونید بنویسید، بعدش ویدیو رو پلی کنید و سوال بعدی رو جواب بدید. Guten Tag. Was bist du von Beruf؟ روز بخیر. شغلت چیه؟ Wo arbeitest du؟ Wo arbeitest du؟ کجا کار میکنی؟ Das klingt spannend. Tschüss. یعنی که جالب به نظر میرسه. خدا حافظ. خب دوستان عزیز، به پایان جلسه دوممون رسیدیم. امیدوارم که از جلسه دوم لذت برده باشید. جلسه دوم ما موضوعش در مورد شغل ها بود. اینجا ما چند شغل رو نام بردیم. شغل خودتون هم اگه احساس میکنید تو این درس نگفتم، میتونید تو قسمت کامنت ها بنویسید برامون که بقیه دوستان هم با شغل شما آشنا بشن. خیلی از شما ممنونم که تا اینجای کار با من بودید. امیدوارم که هر چه زودتر جلسات بعدی رو هم بتونیم با هم شروع کنیم و از یادگیری زبان آلمانی با هم لذت ببریم. منو از نظرات خودتون بهره مند کنید. اگر از این ویدیو تا اینجای کار خوشتون اومد، از شما خواهش میکنم که این ویدیو رو لایک و کانالم رو سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو هم حتما بزنید تا وقتی ویدیو جدید منتشر شد شما مطلع بشید. خیلی ممنونم که تا اینجای کار با من همراه بودید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. روز بخیر. خدا نگهدار.